حضرت ابن عباس میگه پشت رسول الله صلی الله علیه و سلم در مرکبی سوار بودم، شطوری بود یا اسبی بود، داشتن میرفتن یک جایی. كنت خلف رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یوما فقال یا غلام، گفت پسرم اینی اعلمک کلمات، به تو یک چند حرفی میخوام یاد بدم. معلم به شاگردش، هم پسرموش است، کوچیک است، یعنی شاید حدود 6-7 سالش باشه، پشت سرش سوار کرده در مرکب. این معلم بزرگ بشریت داره شاگردشو بهش یاد میده، عقیده رو داره بهش یاد میده، توکل رو بهش یاد میده، رضا رو بهش یاد میده، یقین رو بهش یاد میده. احفظ الله یحفظک، الله سبحانه و تعالی رو همیشه به یاد داشته باش، الله سبحانه و تعالی همیشه تو را به یاد خواهد داشت. احفظ الله تجده تجاهک، الله رو به یاد داشته باش، در جا الله رو در کنار خودت احساس خواهی کرد. اذا سألت فاسأل الله، اگر خواستی فقط از الله بخوا. چه بسیارند امروز مسلمانانی که روزانه چند رکعت نماز میخوانند، سنت ها رو ببین، نوافل رو ببین، نمازهای شب رو ببین، در هر رکعت هم چی میگن؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اما نماز که تمام شد در پی این میرن که چطور از بنده خدا چیزی رو به دست بیارن، چطور عزت و شرف و مقام رو در نزد انسان ها جستجو بکنن. میترسن از مرگ، از زندان شدن، از دست دادن مال و منال دنیا. پس این لحظات پیش که تو میگفتی ایاک نعبد و ایاک نستعین چی شد؟ ای الله، تنها تو را میپرستیم و تنها از تو یاری و مدد میجوییم. اذا سألت فاسأل الله، اگر خواستی فقط از الله بخواه، توحید، دوری از شرک. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر خواستی یاری و مدد بجویی، اگر خواستی به کسی پناه ببری، فقط و فقط به الله سبحانه و تعالی پناه ببر. و علم، بدان ای پسرم، ان الامه لو اجتمعت، ان الامه لو اجتمعت یعنی چی؟ همه انسانهای زمین اگر جمع شوند، همه کره زمین اگر جمع شوند، علی ان ینفعوک بشیء لم ینفعوک الا بشیء قد کتبه الله لک، اگر همه این انسانهای دنیا جمع شوند که به تو یک نفعی برسانند، به تو یک فایده‌ای برسانند، تو رو به یک مقام و به یک جایی برسانند، تو رو نمیتوانند هیچ نفعی به تو برسانند مگر آنچه که الله بخواهد. ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء، و اگر جمع شوند، همه بشر جمع شوند، همه امت 7 میلیارد انسان اگر جمع شوند بخواهند که به تو ضرری برسانند، ولو اجتمعوا علی ان یضروک بشیء لن یضروک الا بشیء قد کتبه الله علیک، هیچ ضرری نمیتوانند به تو برسانند الا آنچه که الله سبحانه و تعالی برای تو خواسته باشد. رفعت الاقلام و جفت الصحف، قلم ها برداشته شده، صحیفه ها خشک شده، یعنی بعد از این اتفاق دیگری برای تو نمی افتد. آنچه که مقدر است از طرف الله سبحانه و تعالی در مرگ و زندگی انسان، اون نوشته شده، تغییر پذیر نیست. این یقین رو داشته باشیم که اجل که بیاد 1 ثانیه هم پس و پیش نمیشه. در یک شهر زلزله شده بود، از اون شهر یک خانواده فرار کردن رفتن به یک شهر دیگر که 1200 کیلومتر راه فاصله داشت. در اون شهر تصادف کردن، همه خانواده با هم مردن، 1 نفرشون هم زنده نماند. مگر از مرگ میشه فرار کرد؟ از مرگ نمیشه فرار کرد. الله سبحانه و تعالی به ما میگه که اجل شما مقدر است.
و هیچ وقت یک ثانیه هم عقب و جلو نمیشه. آیا بعد از این امکان داره که یک انسان مسلمان نسبت به الله سبحانه و تعالی سوء ظن داشته باشه؟ این که فکر بکنی امروز فلان کشوری، فلان نیروی، ناتوی، آمریکایی، روسیه‌ای، اسرائیلی میتواند جان تو را بگیرد، میتواند تو را بکشد یا اجل تو به دست اونهاست، این انسان باید از صفر شروع بکند. دین رو باید از اول بخواند. لا اله الا الله رو باید دوباره تکرار بکند، معنیش رو درک بکند. در سوره آل عمران آیه جالبی هست، من خدمت شما عزیزان بخوانم. بعد از جنگ احد بود، در غزوه احزاب که همه کفار جمع شده بودن، مثل امروز که همه کفار جمع شدن به خاطر غزه کوچیک. همه کفار جمع شدن. وقتی خبر به پیامبر صلی الله علیه و سلم و صحابه رسید، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، اومدن گفتن ای مردم، ای اصحاب محمد، خبر نیستید مشرکین، یهود، نصارا، اعراب بیابانگرد، منافقین، چهار طرفتون همه جمع شدن، شما رو محاصره کردن، بترسید، نجات بدهید خودتون رو. چی گفتن؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. ایمانشان بیشتر شد، ایمانشان قویتر شد، گفتن خدا ما را بس است، بذار همه دنیا جمع بشن. اینا شاگرد محمد صلی الله علیه و سلم بودن، میدونستن که ایمان یعنی چی، میدونستن که ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لن يضروك الا بما قد كتب الله عليك. این رو میدونستن. چی شد؟ فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. الله برای ما بس است، بذار همه اینها همشون جمع بشن.